در سالی که انشاءالله پیش رو داریم و به ویژه اقتصاد گردشگری با هم دیگه صحبت می‌کنیم. در خدمت مهمان عزیز و بزرگواری هستیم جناب آقای مهندس بیدقی که در این حوزه فعال هستن. خب آقای مهندس، شما پروژه‌ای که داشتید و همون روزیاتون هست به کدوم ما اشاره کردن؟ کلی صحبت کردم ولی اشاره خواهید کرد. بله. یکی از اون پروژه‌های مهم مسکن مهر هست. بله. در مورد مسکن مهر من می‌خوام که یه مقدار توضیح بفرمایید که چیکار کردید. در بین صحبتاتون ببخشید می‌خوام در مورد کار هم صحبت بفرمایید. کار سخته یا نه؟ من خیلی موی سفیدتون می‌بینم، سنتون خیلی نگرانم. خیلی نگران این داستانه. خب خدمت شما بکنم که تو حوزه مسکن مهر هم روزهایی که به هر حال این پروژه تعریف شد که با هدف خوبی هم تعریف شد، حالا شاید در نوع اجراش شاید حالا کم و کاسته، ولی خب تعریف خوبی بود، یعنی نیت خوبی بود. تقریبا میشه گفت جز اولین شرکت‌هایی بودیم که به اصطلاح وارد این پروژه شدیم. برخلاف اینکه شاید خیلی ذهنیت وجود داره این پروژه میگیره نمیگیره، تحصیلاتش مصوب میشه نمیشه، نگران و استرس و حالا به نوعی شاید ریسک تلقی میشد. ولی به هر حال خب ما وارد این پروژه شدیم. در روزهای اول به صورت تعاونی ساز بود، شرکت‌های تعاونی مختلف، حالا بعضی تعاونی مثلا مربوط شرکت خاصی، اداره خاصی بود یا هم نه تعاونی گروهی تجمعی بود اینا. خب ما 3-4 تا پروژه رو تقریبا در مجموع شاید حدود 600 واحد رو ما استارت زدیم و به لطف خدا و باز هم به لطف خدا ما تقریبا 1 سال این فاز رو تمام کردیم و این پروژه تعاونی همه رو تحویل دادیم و الان شاید خرداد ماه امسال حدود 3 سال از تحویل و سکونت این برای گذشته این مردم ساکن شدیم. تقریبا هم کیفیت نسبی خوبی داشت. البته خب در اجرا همیشه کم و کاس هست. بعد از اون وارد پروژه‌های صنعتی سازی شدیم که یک بخش جدیدی وارد مسکن مهر شد به نام صنعتی سازی. خب در ضمن خب طبق تمام استان‌ها و فضای دیگر کشور ایجاد شد. در اون بخش ما چند تا پروژه داشتیم. حالا یک پروژه 500 واحد داشتیم، یک 176 واحد، حالا 240 واحد. اونها هم تقریبا نزدیک به حدود 1000 واحد میشد که در مجموع پروژه اونها هم خب باز همچنان تقریبا یه حداکثر در مدت 14 ماه ما اونها هم تمام به ثمر رسوندیم. بیشتر این پروژه طراحیش با خودمون بود. این پروژه خب طراحی تعریفش از سوی سازمان مسکن، ولی پروژه رو خودمون طراحی کردیم. اونها هم همه رو تحویل دادیم و همه اونها هم الان شاید از آخرین پروژه بوده 1 سال گذشته که مردم سکونت دارن و دارن بهره برداری میکنن. به ما که میگن خوبه، حالا نمیدونم شاید جلوی ما میشه خوبه. مسکن مهر یکی از خوبیاشون بود که بیشتر افراد کم درآمد جامعه از این بهره شدن. شما تو این بخش آیا سعی کردید که اونایی که واقعا خیلی نیازمندتر هستن هم بتونن منتفع بشن از این داستان؟ ما تو بخش مسکن مهر 2 تا پروژه‌ای رو تقریبا با قیمت خیلی مناسب اجرا کردیم. یک پروژه 216 واحد رو اجرا کردیم در سایت خودساز شهرستان تهران، ویژه مددجویان بهزیستی. اول قرار بود 32 واحد باشه، 64 100 خلاص 216 واحد ما شروع کردیم و به صورت پراکنده ایجاد کردیم. یعنی یک فضا رو مخصوص مددجویان بهزیستی نکردیم که از نظر فرهنگی اجتماعی خوب نباشه. 216 و با قیمت 260,000 تومان، یعنی اون موقع حتی قیمت مصوب مسکن مهر 300 تومان بود. از این پروژه حیات دار بود، نوفایدی، مقدار پرهزینه تر بود. 260 تقریبا میشه که با آورده خیلی کم در حد 2-3 تومن هر متقاضی صاحب خونه شد، بقیه‌اش هم وام و تسهیلات اونها هم همه تحویل شده. و یک پروژه دیگه هم پروژه دیگه هم 48 واحد برای اون شهر خودمون در جزین، حالا اونجا هم توسط انجمن خیرین مسکن ساز مهدی شهر تعریف شد. از بنده درخواست داشتن که حالا چون ما در جزین هم هستیم اصالتا این پروژه رو به دست بگیریم. اونجا هم با همین قیمت باز دوباره ما به اصطلاح انجام دادیم. پروژه خوبی هم بود، اصلا طراحی خیلی خوب، اون هم تحویل شده و همینجوری تکمیل شده و هم به حال بهره برداری استفاده است. بسیار عالی. شما رو قرص و محکم سر اینجور کارهای بزرگ نگه می‌داره. میخوام ببینم مسئله ریالیشه، مسئله نمیدونم چیه. ببین علاقه است. خب اینا دست هم میشه. یعنی خب اگه بگیم ریالی اصلا برام مهم نیست دروغه، اگه بگیم عشق مهم نیست دروغه. ولی هر به هر حال وقتی پروژه شکل میگیره این که طرف خونه دار میشه چند تا حسن داره. ما اولا بگم نفع اقتصادی میبریم، اولا بگم که ذهن، دوم به حال یک کار خیلی با برکتی است، رتبه شرکت افزایش میشه، عمران آبادی میشه، ایجاد شغل میشه، ترنوور مالی ایجاد میکنه. یعنی همه اینا دست به دست هم میره، میشه یک پروژه و این باز به آدم انگیزه میده. مخصوصا پروژه که خوب به ثمر میشینه، خوب تموم میشه، این آدم خستگیش از سرش در میره و واقعا ایجاد میشه که پروژه دیگه انجام بده. حالا یه مقدار علاقه هم هست، مقدار ذوق هم هست، مقدار سر آدم باید درد میکنه کارو بکنه. البته همین که گفتن در واقع خونه دار شدن یک کسی که واقعا یه خانواده‌ای که در علاوه اقتصادی و سطح معیشت در سطح پایین جامعه هستن خیلی زیبا، خیلی قشنگ. حتما شما این تجربه رو داشتید، کسایی که واقعا دستش حالا تنگ بوده وقتی اقتصاد خونه میشن چقدر دعا میکنه و چقدر واقعا خسته نباشید و کسایی که تو این حوزه فعال هستن.
من میبینم خیلی مراجعه میکنن از چندین سال به ادعا میگن که اگر واقعا این پروژه نبود یا مثلا این مجموعه نبود ما شاید برای همیشه خونه دار نمیشد. ولی خب خیلی ارزشمنده، واقعا ارزشمنده. شما همیشه گفتم خدمت